با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. خدایا بخیر است آقای کمال؟ یگان چیز میکوبید؟ شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. آقای کمیسر، چی خواستنمان را نقض میدانی؟ قره در کجاست؟ من از کجا میدانم؟ چند بار با شما گفتم که این خیلی آدم را نمیشناسم. گپ را دراز نکن کمال. وقتی سفسطه‌های تو را گوش کردن ندارم. باری دیگر میپرسم قره در کجاست؟ نگویم چه؟ مرا میکشی کمیسر؟ یا که فراموش کردی که پلیس هستی؟ من تو را نمیکشم، خودکشی میکنی، فهمان؟ خودکشی میکنم؟ در دستی من سلاحی توست کمال. پولنگ را زیر کرده و دستی تو میگذارم. در پروتکل باشد قید میکنیم که وقتی که آمدیم تو را در چنین حال یافتیم. تو مرا فهمیدی؟ همین طور باشه. من سردارم. شما پلیس هستید، این کارو کردن نمیتوانید. هرچی که سردارم فرمایم ما اجرا میکنیم. تا سه حساب میکنم کمال. یا جای قرار را میگویی یا اینکه میموری. ایستا چیکار میکنی؟ یا نکن کمیسر، قربانت شوم. نکن. شما دیوانه شده. ایستا مهلش میگویم. کوچه بنت پرز، خانه رقم 18 در نزد بازار. در نزد قره یگان دختری با نام مژده هست؟ هست. تشکیلات در کجا عملیات میگذراند؟ به خدا که نمیدانم. کمال نمیدانم آقای کمیسر. تیردانش را خالی کرده بودم کمال. او را برید. رفتیم عمر. با فکرتان ایزی مجده را یافتیم آقای سرکمیسر؟ نه عمر، ما حالا او را نیافتیم. محترم جناب قانون است. آرام می نماید. بله، دیروز با او کمی صحبت کرده توانستم. او چی گفت؟ سبب پراندن خالم را گفت؟ برای در این باره گپ زدن حالا کمی بر وقت است. باید اول به باوریش درآییم. در دوام صحبت همیشه می گفت که تو او را ترک می کنی و نمیخواهد تو را از دست دهد. او از این سخت می ترسد. این راست است طاهر؟ می‌استاد. در بینتان یگان جنجال یا نافهمی نشده بود که شما نیت ترک کردنش را کرده باشید؟ وقت آخر از سبب نافهمی اویلوی امان جنجال ها روی می دادم، اما یگان مراتبه درباره او را ترک کردنم سخنی نگفتم. عصبهایش بی نهایت خراب شده است. موافق تشخیص هایمان سببگار این ترس و وهم توی. کی من؟ فکر میکنم از رفتن تو میترسد. اما من این خیل را نداشتم. شاید مادرت درباره تو چیزهایی را میداند که تو خودت نمیدانی. نمیدونم. شاید در آینده فهمیده توانی.
با او گپ زده میتونم؟ حالا بر وقت است. او رو به حالش گذاریم کمی استراحت کند. مایلش استاد. من پاگو باز میایم. اگر از حالت روحیش برآمده تواند همش رو به ما نقل میکند. با اجازت شما. سلام باشید. محترم عزیز، درباره نقشه در پیش تا کمی شرح میدادید؟ ببخشید رفیقان، پس از به آخر رسیدن این مجلس همش رو به شما شرح میدیم. اکنون نوبت ما رسید. تشکری زیاد دخترم. خیلی ممنونم. نور صفا آورده. سلام پسر جان. تشکر. خوش آمدید جناب. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید. سلام باشید. خوش آمدید جناب. خوش باشید. خوش آمدید. تشکر. اومدم بوده رفتن. اومدم گذاشتم. مجده آنها آمدند. اکنون وقتی انتقام رسید. این پرتاب ها رو هم میگیریم البته تازه میکنیم. کنی روید از اینجا. در اینجا چیکار میکنید؟ کنی دم شوید از اینجا. اینها را برید. در آشیانه سیوم در تالار مجلسگاهند.
جایست. فهمو. روگر. من از اقلیمی ها نمیرم. فهمیدی؟ ایتان سردارم. با دقت. تو کیستی جواب ده. قرار تسلیم شو. گرخته نمیتوانی تسلیم شو. شرف مدیا تقدیم میکند برا تسلیم شو. برا تسلیم شو. میبرایم کمیشر. سلاحات رو پرتو کمیشر وگرنه کودک رو میپرانم. او کودک از قره. او رو رها کن. خواهی که او رو رها کنم سلاحات رو پرتو. میلش کودک را سر ده. برای رفتن اجازت میدیم. سلاحات را پرتو وگرنه کودک میمیرد. مرا نجات دهید. التماس مرا نجات دهید. تو را نجات میدهم. خب میلش سلاحم را میگذارم. حاضر. نترس بیسرم. حاضر. انا گذاشتم. او را سر ده. مرکز مرا میشنوید؟ من سرکمیسر ولخان. گوش میکنم آقای کمیسر. برایتان خبری دارم. خبر بمب. آقای کمیسر شما رو گوش میکنیم. گرد زنید. شما رو گوش میکنیم آقای کمیسر. گرد زنید آقای کمیسر. زینب رو به صحنه دعوت میکنیم.
خوش آمدید معلم. مرحبا. معلم شما رو تبریک میکنم. معلم به شما موفقیت های نو به نو آرزومندم. شما رو تبریک میکنم. مرحبا. تشکر جی. مرحبا. من میخواهم با وزیر مدافعه برای مرا لایق این تحفه دیدنش را اظهار منتداری بیان کنم. من همه همکارانم را که در شرایط‌های دشوار درس میگویند به این تحفه سزاوار میدانم. این برفین است. دخترم
دخترم برفین خیریت که تو را یافتم دخترم. مادر جان، خدا مادر جان شما نبرده؟ همش دروغ است. تشکیلات تو را فریب داده است دخترم. من زنده مادر جان من اکنون چی کار کنم؟ بابا کمک کنید. ایستا برفین نوری چشمانم تو رو رها میکنم. این رو برو مادر جان ایسته مادر جان ایسته برو بسی بیا این رو به جای پنهان میکنیم که کسی نیابد. بیا دختر بیا مادر جان. به خدا سلام به آسمان رسید. آفرین آفرین به دختر من، آفرین. به خدا مرا خیلی خرسند کردی. من هم خیلی خرسند شدم زینب. تو در حقیقت به این سزاواری. تشکر، اما از من دیده تو زیادتر به این طیف سزاواری. اگر تو نمی بودی من موافق نمی شدم. لبای مرحمت دوست شما را گوش میکنم. حاضر میایم استاد. بخیر است پسرم؟ چی شده است؟ سردکتر بیمارخانه روحی زنگ زد. اوید مادرم با من چیزی را مصلحت کردن میخواهد. مرا انتظارند. گلو انا دختری من. تو در کجا بودی برفین؟ برفین دخترم خوب هستی؟ اوه دخترم مادرت برای یافتنی تو چقدر عذاب کشید. سیروز بیا برفین رو به نزد سرکمیسر ولکن میبریم. مادر جان من میترسم. نه ترس دخترم، من در نترسم قربانت شوم. بلو بیا دخترم رو به خانت بریم. کمی به خود بیاید. چی گفتی؟ مایلش این طور باشد سرکمیسر رو به خانه جیغ میزنه. رفتی؟ بیا به خانه بریم. این مجده نیست مادر؟ تاکسی. بعد از رفتن چیزی عجیبی شد. مادرت به مکتوبی به یکی از بیماران آمده رفتاری ناگواری کرد. اشیاءها رو به هر جا میزد. برای چی این کارو کرد؟ نمیدانم. حاضر باز آن رو تکرار میکنیم. میخواهم تو هم ببینی. شاید چیزی رو فهمیده توانی. مکتوب رو برید همشیره. خوب شده است آقای دکتر. به شما مکتوب آمد خانم نگاره. زنان نه تاکر نباید این سر را دانم. بشی را همراه نگیر را بیا. تو نمیتوانی مکتوب را ببنده. تایر نباید فهمد. نباید مکتوب را به من دیگه. تایر فهمد. تایر نباید فهمد. طاهر پسر من است. پسر من این که طاهر نباید فهمد.
باید فهمد دایی نباید فهمد دایی نباید فهمد دایی نباید فهمد دایی نباید فهمد به یادم آمد دایی پسری من است این زیر هرچی نباشد خدای زیلال اون را میداند. چرا بر وقت این به یادم نامد؟ دایی نباید فهمد دایی نباید فهمد دایی نباید فهمد دایی نباید فهمد اگر او سیری که عقل مادرت را رمانده است یا بی می توانیم بیماریش را زودتر تبابت کنیم. نباید فهمد نباید فهمد مایلش دایی نباید فهمد من همش رو فهمیدم. من زود برمیگردم. خدای زیلال این دفعه همش رو به من میگوید. در آخر دخترت رو یافتی زیلال. خدا را شکر. من او را در آسمان می جستم اما از زمین پیدا کردم. خدا بزرگ است زیلال. مهنتتون برباد نرفت. خیر فرصت رو از دست نداده باید زودتر به شعبه پلیس رویم. بله راست میگویی گناه. بیا برفین. مادر جان من میترسم. نترس دخترم نترس. کسی به تو چیزی کرده نمیتواند. برفین دخترم تو گناه نداری. تو رو فریب دادند. شاید جزا هم ندهند و هم کمیسر روپان در اونجاست. تو رو میکوبد. انسانی خوب است. تو رو صاحبی میکند دخترم. مادر جان شما هم در برم میسته. البته میستم دخترکم. قربانت شوم. البته تا جان دارم تو رو رها نمیکنم. آخر تو از این کار دست کشید. از قربان کردن اینقدر آدمون خود رو رها کردی. باز چی میخواهی؟ برفین شرف مدیا تقدیم میکند. یکسان میکردی. آن خائن ها مادرت مرده است گفتم. دخترم را فریب دادند. لیکن مردنی مادرت رو چطور به تو باور کنوندند؟ سینام کرد. همش رو سینام کرد. آن خائن ها را خدا جزا میدهد. چرا درباره ترکش خبری نیست؟ باید زنگ زنم جانو. به ناموس جواب نمیدهد. تو کسی؟ خدا جزایتون را دهد. چرا بمب نترکید ابله؟ آقای قره او گریخت. موسته با 2 زن گریخت. عملیات برباد رفت. با کجا گریخت ابله؟ دروغ شد. طاهر من خدای زیلال به همشیره گلو رو میدم. یک دوگانه خانم گنوم را دیدم. خانم گنوم اجازه کلیسه بر اومده. خاله زیلال نیز با او بوده. من باید زود نزدشان روم. خاله زیلال به تو برای چی لازم است طاهر؟ من همین قدرش رو میدونم که از این سیر تنها خاله زیلال بخبر است. اما من باید او رو یابم. زینب خانم گلال، خاله زیلال در کجا است؟ بخیر است طاهر؟ من باید او رو ببینم. این خیلی مهم است. زیلال دخترش رو یافت. برفین رو؟ بله با برفین به نزد سرکمیسر مقام. آنها کمی پیشتر برآمدند و فکرم به این طرف رفتند. تشکر. خاله زیلال بیا پسرم بیا.
شما چیکار میکنید؟ رها کنید اونها رو. من دیگه شب میشود اینجا. Kolay Sinan, işte. Taksi. Aç basayım bakayım. Sultan. یعنی زودتر فرار راگرد زودتر زود رفته واحد را یابید. خوب شد از اونو. یعنی نخوا نکن. استا نجم. در جایت نیست. استا نجم. چرا بامبا نترکید؟ چرا؟ مرا فریب دادید. مادرت را کشتن گفتید. من برای انتقام مادرم را گرفتم فدایی شدم. فدایی نیست. حالا همین طوره؟ فدایی نیست نه؟ کاردار نشوم عقل. به من گوش کن. رفته در جایی گفتم بامبا را میترک کنی وگرنه تو را نابود میسازم. نمیروم. نمیروی؟ اگر نروی مادرت را میکشم. مادر جون با خدا ناخذ از پیش راهم برام استید ما بخورم. ما به برخونه بردن لازم. هاورم بردن لازم. باری آخرین میگویم یا بامبا را میتر کنی یا اینکه مادرت میمیرد. بفین لگپ این ظالمون گوش نکن. به جای آنقدر آدمانی بیگناه من میرم بهتر است. مادر جون این کار را نکن دخترم نکن. آخر تو حتی یک مورچه را آزار نمیدادی. التماس نکن. دمت را گیر وگرنه میپرانم. پرون گلنگ را زر کن مرا هم کشه. لیکن دونستمونه که بمبا رو نمیتر کن. میتر کنی ادلا. نرفت که تو را میکشم. دست و پایشون رو بندید تا عقلشون و سرشون آمدن انا همینجا میمانند. مادر جون دخترکم شما چی این خواهین رو زنده گذاشتن میخواهید؟ عقلت را کار فرما. البته میکشم اما پیش از کشتن یک نقشه خوبی دارم. نترس دخترکم نترس. مادر جون این رزیلان ما رو میکشن. گفتم که نترس. خدا بزرگ است. خالای زیلال و برفین را با کجا برده؟ گبسن در کجایم؟ نمیدانم. میدانی احمد تو در اینجا چیکار میکنی پسرم؟ من سلاحدار شدم. از این پس برای تشکیلات مبارزه میبرم. اما خواهش میکنم زود رفته با پلیس خبر ده وگرنه ما رو میکشم.
بدنی برفین بمب گذاشته میترکونه. اگر تشکیلات دور نماید میمیرد، دیگر علاج ندارد. چرا این طور میگویی احمد؟ مردن مرا میخواهی؟ شما بمب رو نترکانده به تشکیلات خیانت کردید. پای مژده. این چی گپ است احمد؟ اگر پدرت این احوال را بیند از غم میمیرد. و تو چی شد پسرم؟ این چی احوال است؟ من بعد پدر و مادر من تشکیلات است. در جایتان شنید فهمیدید؟ وگرنه آقای خره شما را نابود میسازد. بله آقای کمیسر، همینجاست، بیهوش خواب است. فهم کمیسر، انتظار میشم، لیکن زودتر بیاید. با آنها ضرری نرسیده در همونجا شدن لازم. زینب، طاهر چی شد؟ خالای زیلال را همراهی برفین دزدیدند. خدای توبه. اما پاسخی سوالهایم را تنها خالای زیلال میدانند، لیکن عین حال شاید او با مرگ رو برو باشد. یعنی چی خیلی؟ مادرم از من یک سیر را پنهان میکرد که پاسخش را تنها خالای زیلال میدانند. باید روی با زینب، زنی بیچاره دخترش رو یافت، لیکن این کار را بین بسرش نگاه ناخوشی آمده آنها رو یافتم لازم. زینب پسرم ببین چی ها نوشتم. سرکامیسر ولکان شهید شده است. بیچاره جوان حیف شد. خیلی هم جوان بود. شما را در بیرو انتظارم. دفش دروند، روی کسی رو دیده نمیخواهم. این همون کسی که با ماشین سیاه می آید. شما روایید همین جایی خوب شده است. امر نمایید سردار. بمب نترکید. دختر خیانت کرد. کاری کرده نابخشیدنی است. میدانم که کمیسر ولکان جیانی وزیر مدافع بود. امروز مراسم جنازه‌اش. بمب باید در آنجا ترک کرد. اطاعت سردارم. از یک طرف مادرم، از طرف دیگر خالم و باز خاله زیلال و برفین. حالا باشد سرکمیسر ولکان. زیخ نشو طاهر، همه کار با خواستی خدا می شود. خداوند از همه کار آگاه است. راست میگویی زینب، قوی بودنم لازم. اگر خاله زیلال را نجات داده توانم، هم حیاتی نوی را آغاز میکند و هم برای مادرم راه نجاتی پیدا می شود. من رفت آن آدم رو بینم، شاید به هوش آمده است. بیماری در اینجا بوده کجاست؟ نمیدونم، مرا تجیه جیغ زدن. وقتی که برگشتم نبود. چه خیلی نمیدونید؟ در روزی روشن از بیمارخانه گریخت؟ نمیدونم آقای دکتر. ببخشید. گوش میکنم. گوش کن دختر، اگر آنها را نجات دادن خواهی به ساختمان بیرونی شهر. تو کیستی؟ کی بودن مهم نیست، زودتر رفته آنها را نجات ده. کاری دیگری از دستم نمی آید برفین. برای نجات تو چاره دیگر ندارم.
یعنی بابا رو نمیترکنی ها؟ نه نمیترکنم. از این پس میمیرم و این کارو نمیکنم. بیهوده کوشش میکنی. از برفین دیگر و تشکیلات فایده نیست. ما رو رها کنید. خب شما برد کردید. مادامی فایده نیست، نه شما به ما دردی سر شد و نه ما شما را عذاب دیم. برآمده روید. راست میگویی؟ از کشتنی تو به من چی فایده؟ اما اگر به تشکیلات خدمت کنم گویی هم تو برد میکنی هم من. کاری بد نیست. فقط به امام مسجد یک امانت را برده میسپاری. همش همین. یک شرط دارم. همراه مادرم میروم. تنها میروی مژدن؟ وقتی که خبری امانت را سپردنت به من رسید مادرت را رها میکنم. خب مایلش میبرم. یعنی راضی هستی؟ همه که دگمه رو زیر کردیم؟ بوم. امانت همین است مژده. در درونش چیست؟ دیدن ممکن؟ محکم است. کشاده درونش را دیدن ممکن نیست. گرفته به پلیس تسلیم نمیشوی. کار کرده امام را یافته امانت را با او سپار. اگر یگان کاری خطا کنی دیگر مادرت را نمیبینی. مایلش قره. گفتت رو میکنم. با مسجد چی دو روم؟ تو را تا مسجد با ماشین میبرند. بدفین خودت را احتیاط کن دخترم. میترسم که این ظالم ها و سرت یگان بلا میارن. زود برمیگردم مادر جان. شما خواطر نشوید. بعدی بازگشت انشالله بعدی همون برمیگردیم. انشالله دخترم انشالله. چرا با من نگاه کرده میخندی؟ به سادلوحی مادر و دختر میخندم. اگر به دخترم یکان ضرر رسد و خدا همه‌تون رو میکشم. یعنی ما رو نیست میکنی ها؟ تو از خودت خفه شو. دخترت به سوی مرگ رفت. کمی
کمی دیرتر میترکد حتی جسدش رو نمیابی. برفیه دیوده فریاد نزن. تشکیلات تقدیری دخترت را حل کرده است. خواهش میکنم این کار را نکنه. گناه دخترم را به قتل نرسونه. خدا جزایتان را میدهد. برو فریب بودن خاینا ظالم ها. زن در جاش؟ بله همینجور جناب. باز از گرسنگی نمیرد. با او خوراک برید. خدایا خودت کمک کن. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. بیا دستانت را کشایم خوراک خور. نه میمورم و از خوراک شما نمیخورم. خانه زیلال خانه زیلال طایر بیستمم طایر بیسترم خانه زیلال خاموش استید. آوازتان رو نبرارید. میلش بخفین را به سوی مرگ فرستادم بیسترم. با کجا فرستادم؟ آن قرعه ظالم بخفین را فریب داد. تو مادرت را رها میکنم گفتم و دستش یک جامدان را داده به نزد امام یک مسجد فرستاد. در جامدان بمب بوده است همه را میترکاند. شما خانه زیلال اول از اینجا راه یابیم بعد با پلیس خبر میدین. میلش بیسترم میلش آیسته بیسترم طایر تو چی دور از اینجا بر اومدی؟ من فرومده نمیتوانم. تو رفته فیلم را نجات. شما را در اینجا گذاشتن نمیرم. خانه زیلال بیایید من از در بیایید. برایید زودتر. آیسته بیایید خانه زیلال رفتیم. میگویزند بیایید خانه زیلال بیایید. گریزه خانه زیلال گریزه. نیست به این طرف گذر. گریزه خانه زیلال گریزه گفتم نجوم. دارم میگویم ظالم ها نزنید او را. اینها را به درون برید. درا بزرگ در اینجا شید.
خاله زیبا چرا نگرفتی؟ نتوانستم. پسرم تو را پرتافته رفته نتوانستم. پس از 10 دقیقه می ترکید. خواطر نشود و تنها نمی میرد. شما هم همراهی مژده می میرید. دخترت رو در آن دنیا خواهی دید. رفتیم. أنا همي مسجد روی مولات رو بند. از اینجا راهی گریز نداره. بله نیست، اما از رحمت خدا ناامید نشوید. راست میگویی پسرم. خاله زیلال، از شما یک چیز پرسیدن میخواهم. بخیر است پسرم، پرس. میدانم که مادرم یک سری را پنهان میداشتند، سری که سبب دیوانه و از عقل بیگانه شدنشان گشته است و آن سری را تنها شما میدانید. خاله زیلال، خاله زیلال، در دیه هم پرسیده بودم، نمیدانم گفته از من میگریختید، لیکن دروغ میگوید. خاله زیلال، شما سری مادرم را میدانید. اگر گویید هم چیزی تغییر نمی‌یابد، اما گویی زیلال، پیش از مردن حقیقت رو بگویی. گوش کن پسرم، چطور گفتنم رو نمیدونم، لیکن حقیقت این است که خانم رابیه مادر اساسی تو نیست. شما چی گفتید؟ حقیقت رو گفتم. من به این باور نمی کنم خاله زیلال. با فکرت چرا خانم رابیه خواهرش را پروند؟ نیحال به تو همه چیز را نقل کردنی بود. حقیقت تلخ است.
باور کن مادرت از آن میترسید که تو حقیقت را فهمیده را ترک میکنی. برای همین نهاد را پرام. برای همین پس مادری حقیقی من کیست خاله زیبا؟ کیست مادری من؟ محترم جماعت مسلمین، این شهید کمیسر ولقان شاهین به خاطر دین، دولت، وطن و ملت جانش را فدا کرده است. برای او از خداوند رحمت و برای خویش و نزدیکانش صبر جمیل را خواهان. حاضرین گرامی، باید این حقیقت را تمام عالم داند که شهیدان نمیمیرند. به خاطر الله برای دین ملت هر کسی مبارزه برده جانش را فدا کند اصلا نمیمیرد. آنها زنده اند اما ما نمیدانیم. باید این آدمانی منفوری ملعونی که به عملیات های ضد بشریت دست میزنند دانند که مردمی ما بر علیه آنها یک موش یک دست نبوده، همه یک جا از یک گریبان سر برآوردند. ما از محلگرایی و ملتچگی دست کشیده برای دولت مستقل یگانه مبارزه میبریم. ما اجازه نمیدهیم که این وطن آبادمان را به قسمات تقسیم کنند. ما را با عملیات و ترکش‌هایشان نمیترسانند. ما آماده ایم که یک جان نه 1000 جان را هم فدا کنیم. ما را شکستن نمیتوانند. ما یک جان 2 جان داریم. از همین سبب آنهایی که یک جان دارند و یک حیات دنیا دارند اگر فکری مقابلیت بر ما را داشته باشند خطا میکنند. این وطن برایمان عزیز و محبوب است. برای وطنی عزیزمان، برای ملتمان یک دانه بلکه هزارها جان را فدا میکنیم. این وطن جانی ماست، استقلالت و مرام افتخاری ماست. کسی افتخار ندارد و ما زید یک نشان دادن نمیتوانیم. خداوند این شهید را رحمت جایش را جنت. برادران، بیایید اکنون وظیفه آخرین خودمان را برای شهید اجرا کنیم. الله اکبر. أكيد بتعرفوا إنه سر بقائنا بهالمنطقة طول هاي المدة هو الإرهاب، لأنه لما بيكون البلد عايش بجو من التوتر والفوضى منقدر نشتغل مثل ما بدنا. وبالفعل يا جماعة نحن قدرنا نخلق هذا الجو بتركيا عن طريق الأجهزة الإعلامية الخاصة فينا يلي عن طريقها قدرنا نشوه صورة الحكومة بعيون الشعب. ولا تنسوا دور رجالنا المخلصين يلي ساهموا بخلق الحرب الطائفية بهالبلد. لاحظتوا معي إنه نحن قدرنا نوجد هالمعادلة بفترة قصيرة؟ وبعدين شو صار؟ كل خططنا ومشاريعنا بلشت تنهار وحدة ورا الثانية، وهدفنا الكبير صار كتير بعيد عنا. شايفين؟ لك نحن عاجزين انه ندافع عن حالنا. السبب يا معلم انه باخر فترة كل واحد منا صار يشتغل على كيفه، وببساطة هذا الشيء خلى التكامل اللي بين هيئات التنظيم يختفي. بصراحة في كم شخص منا عم يستغل التنظيم، وبآخر فترة ما كنا ايد وحدة، وهذا الشيء اللي خلانا نصل لهالمرحلة. انا حاسة انه نهاية وجودنا بهالبلد قربت. لك شبك هون، نحن مو جايين لحتى نتخانق، بدنا نلاقي حل لهالورطة. اوعك تعيدي هالحكي مرة تانية. لحل اي مشكلة لازم نحدد اسبابها وبعدين نعالجها ونعرف شو اللي وصلنا لهالمرحلة. هلا انا من وجهة نظري السبب الاول هو اجهزة الاعلام يلي بالبداية كانت عم تفيدنا كتير، وبعد فترة فقدنا فعاليتها وانقلبت لسلاح ضدنا. يعني صاروا كل الناس يعرفوا انه اخبارنا ملفقة. نحن ببساطة فقدنا تأثيرنا على الرأي العام. مزبوط. والسبب الثاني هو وجود الوطنيين ومحاربتهم الدائمة إلنا وفتحهم لمخططاتنا. أصلاً هن ما في غير عم يستلموا مناصب كبيرة ومهمة بالدولة، وهذا الشيء عم بيساعدهم ليحاربونا. هدول يلي كنا نقول عنهم متخلفين وصلوا لهون، ونحن شو عملنا لهم؟
بس حاولنا انه نشوه صورتهم قدام الناس وفشلنا، وبعدين تركناهم يسرحوا ويمرحوا على كيفهم. الجماعة يلي برا كتير متضايقين منكم، معقول بعد دعمهم لإلكن والمبالغ الكبيرة يلي كانوا يبعتوا لكم إياها توصلوا لهالمرحلة من الضعف؟ معناها أكيد كان في شي غلط بسياستكم اللي لازم تعيدوا النظر فيها. بس ما بعرف إذا رح تقدروا تطلعوا من هالورطة. أنا هالمرة ما فيني ساعدكم بشي. حاولنا انه نغير سياساتنا كذا مرة، بس الشغلة كتير صعبة. بدنا حل سريع، لازم نطلع من هالوضع بأي طريقة وبأسرع وقت ممكن. يا أما بتعرفوا شو رح يصير فينا؟ ببساطة التنظيم رح ينتهي وننحط بالحبس ومشروعنا رح ينهار. برأيي أنا انسوا كل خلافاتكم وخلونا نلاقي حل نطلع من هالورطة. كل محاولاتنا السابقة باءت بالفشل. فهمنا العالم انه نحن جايبين لهم الديمقراطية معنا، بس هن انكشفونا وعرفوا انه نحن كذابين، والشغلة صارت كتير صعبة. مزبوط، الشغلة كتير صعبة، ويلي عم يزيدها صعوبة كمان هو انه كل تحالفاتنا اللي انشأناها مع اليساريين والقوميين والمسيحيين والاسلاميين والوطنيين الاكراد والاتراك كلها بلشت تنهار. يعني ببساطة يا جماعة نحن هلأ صفينا لحالنا بساحة المعركة. حتى جماعتنا يلي برا قطعوا علاقتهم فينا، بس مع هيك نحن ما لازم نستسلم. نحن لما بنوصل لهالمرحلة معناها النهاية قربت. أنا برأيي إنه ما لازم نستسلم لهالواقع. يعني مثل ما قال المعلم، خلونا نحاول لآخر لحظة. وين العمليات الإرهابية؟ فجروا، اقتلوا، خلوا هالحكومة وهالشعب يلتهوا عنا شوي، وهيك بنكسب وقت لنعيد ترتيب أوراقنا. نحن ما بنقدر نشتغل إلا إذا كان الإرهاب منتشر بكل البلد، مع أنه صار لي قايل هالجملة 100 مرة، بس معلش بدي أذكركم فيها. نحن لازم نكون إيد وحدة لحتى نقدر ننجح. أول شغلة بدي إياكم تعملوها بعد ما يخلص هالاجتماع هو أنه تأمروا رجالكم بتنفيذ عمليات إرهابية بكل مكان، لنثبت للناس أنه التنظيم تبعنا لسه ما انتهى، ومشروعنا الكبير لازم يتحقق غصبا عن راسه. لا تخافي حبيبتي، نحن رايحين سوا. تيتا الضيعة بعيدة لسه؟ ايه يا عمري، لسه الطريق طويل يا حبيبي. انا رح اجي لعندكم على طول. المهم انت تدرس منيح. اللي لشو شو بدك تطلع لما تكبر؟ ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا ابني. میآیند یلمرز میآیند. پروندن را من آغاز میکنم، فهمیدید؟ یگان خائن زنده نماند. در ماشین آدمان بیگناه نیست هستند. اگر پرانیم آنها هم هلاک میشوند. ماشین را بازداشتن خائنان را کابین بهتر است. یلمرز تو چه میگویی؟ چیزی گفتم آنها را کن. احمق گویی که جایهایشان را اشغال کنند. و همه کار زید میبراید. يلا واقف عندك. تيتا خبيني. لا تخاف، لا تقتلونا، كرمال الله لا تقتلونا. الله يخليك، هذا صغير لسه. الله يخليك. خلصي بقى، خلصي. الله يخليك. رجال الله. ولد. آخ مان 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 مان. مگر پراندن شرط بود سینان.
ماشین را من کرده فیراری ها رو جستجو میکرده میشد. خاموش ابله، خاموش. تو چی به من یاد میدی؟ تو خودت کیستی؟ سینان کماندون، دختر خبرش رو الکی کند. خب خیلی خوب. نقص ابله، بیایید رفته جزای آن خواهین را دهم از پس من. سینان التجا میکنم، مرا نکش. خاکی پایت شوم، مرا نکش. کودکی در بطنم بوده، گناه ندارم. رحم کن سینان، رحم کن. پروا نکن، گناهی کرده ای مادرش کفایه است. با او نیگر دختر رو گناهگار میکنند، گویا از هوا حمیله شده باشد. خاموش بریتن، اگر شنوان سرمون در بلا میمانند. نکن سینان، آخرین کودک از خودت است. به خدا قسم، خاموشی، خواهینی دروغگو. برو سنباران کنه، زنه این خواهین را. آیتن او را به خطر نسان. برافو عليك. بیا گریزیم حسین. دیوانه شدی بریدن؟ دیدی با اون چیکار کردن؟ او دختری بیچاره رو استفاده بود. اکنون باشد او را گناهگار میکنند. سینان گفت که امشب به نزدم میآیی. اگر نروم. واه بی‌ناموس، یعنی نوبتی تو رسیدن؟ این طور نمیشود. از اینجا میرویم میگریزیم بریدن. مرا فهمیدی میگریزیم. کسی که به تشکیلات زید میبراید، عاقبتش همین است. با این رفتار چطور آنها را در اینجا نگاه میداری سینان؟ پس آنها اتوقع انه يسمعوا كلامك بهالطريقه. وشو بتقترح استاذ ايمن؟ احكي له شو في عندك. ما هم دانیم اینجا کوه از یلمز، قاعده های شهر به اینجا راست نمی آید. حالا هم همین را نمیدانی یلمز؟ سینان کماندون، این را از بالا فرستادند. میتوانی روی. را زودتر. باز چه گپ شد؟ باز چی میخواسته باشند؟ خواهین. چه شده سینان؟ یکون خبری ناخوش؟ مجده را میدانی؟ فدایه امان را. بله، من نوارش را دیده بودم. تشکیلات برایش حکمی قتل برآورده است. مادرش در دهه آبی کلان است. او حتما به آنجا می رود. بچه ها، کنید زود جسد این خواهی را برانید. زود باشید، زودتر. حالا ایست مجده، حالا ایست. خیزبان؟ چی ها داره خیزبان؟ کاری چی پا؟ چی خیل کاری من چی؟ خیزبان جانمه. وقتی زیاد گذشت، حالم بر نگشتند. تو در همین جایی دیلو؟ از آقای طاهر یکم خبر آوردی خیزبان؟ نه، از کجا؟ من برایت خوراک آوردم. مرحمت. تشکر خیزبان. من فکرم آقای دکتر بر من نگردند. و چرا برگردند؟ زینب همراه هست، خسورش هم. میدونی چی؟ فکر میکنم که آنها که ها توی کردند. آقای طاهر. خانم دیلو؟ مرحمت. من نبیره بابوی شکور، نامم فؤاد. خوش آمدید آقای فؤاد. خوش باشید. اما کم اینو توب شده، او رو به اینجا آوردم. آقای دکتر همینجا هم؟ آقای دکتر در دهن نیستند. آقا دیلو، آقای دکتر آمدن. چی؟ آمدن؟ بله. شما نرمید، آقای دکتر آمدن. مایلش انتظار میکنم. بسیار منتظر نمیشوید. منظور آقای دکتر کسی میارم. مایلش آقای دکتر میارم. بیشتر
شامدی خوش باشید آقای عزیز از آمدنت شادم سلامت باشید امک جان زنده باشید خوش آمدید آقای توحید خوش باشید دلم خوش باشید دلم زینب نه هستید سلام حامد تشکر ینگا تشکر چی حال داری زینب خوبم دلم شدم زینب من هم دلم من همتون رو یاد خدای زیبا چه شده است و کیست؟ این دختری من برفین است الان این برفین من است برفین در اونجا چی کن؟ زود باشد بچه ها اونها را داره آینون گریختن دو نفر گریختن سینا دا بریتان دا چی شد؟ کی گریخت؟ آینون گریختن سینا چشمت در کجا بود ابله؟ چرا گریختن؟ آنه در اونجا زودتر لوری 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 کام لوری 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 کام تو درمان دل من تو هر دو چاوه من لوری 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 کام تو درمان دختر جانم یک طرفی شما برای دختر زلا گریه میکنید کنی به خانه روید این طرف نکن گناه هست آخر خدایا توبه قهری مرا نارد به خانه روید التماس روید دخترم برفینم انا ببین تو رو آمده همون آوردم برفین من خانه همون آوردم خودت آرام شد نمیتوانم پسرم جگرم میسوزم آرام شوید خدای زیبا اگر دخترت رو با من میدادی حالا اون نمیمون اول با کوه نمیبرآمد نمیمود راست میگوید اول که عیب خودش با سلاحداران همراه نمیشد این بابا بسرش نمیآمد این طرز نگویید بس کنید کی میخواهد که فرزندش به کوه برآمده سلاح به دست شود برای شما گپ زدن آسان است تشکیلات فرزندان همتون را فریب داده است فرزندان همتون به کوه برآمدند این امرتان گناه است مگر نمیبینید که زلال در چه حال است قزوان من به جای کارم میروم مایلش همدردیم را قبول کن زلال شکر خدا از تو راضی باشه همدردیم را قبول کنید خاله زلال خدا به تو عمر دراز دهد دخترم تشکر خاله زلال را بدارم برید رفتی خاله زلال بیرون رفتیم رفیق
به خدا که حالشون وقتی رفتیم یاد خونه خانم اومدیم چه باید شما کیستید؟ مرا نشناختی ورزن. سردیت و نماز در میکنم. شتاب نکن ورزن، نماز نمیکنی زد. نام من ورزن نیست، شهباز است. شما لیوان نیستید؟ بله ورزن، آدمی که با تو کی بودنت را آموختم. نیستید در را پوشم یکم کس نکنم. چرا آمدید؟ شما از من چی میخواهید؟ کاری با تو کردم را میکنی. چه خیلی که من با تو آموزاندم تو نیز و دیگران می آموزانی و آنها را به تشکیلات همراه میکنی. نه این روی خط نام ها. گذار با درون درو. توقت کن. کم بریتن. توقت کن. بله کم موند. حسین ما هم خونه دور می شویم. البته بریتن خونه دور می شویم. از همه عروسی زیبای مادرم تو می شوی بریتن. انشالله حسین انشالله چون گفتاد می شود. دهه شما از اینجا دور است. با فکرت اونها ما رو نمیوبند. ما رو از هم دیگر جدا نمی کنند حسین. نترس بریتن، من همراهت باشم و تو هیچ ضرری نمی رسد. خیز از جویت رفتیم. خیز رفتیم. بریتن بریتن خوب هستی بریتن؟ خوبم. خودت رو احتیاط کن حسین. گیر بسیط پدر رسیدم بریتن. صحت میشوی. جانچوید زودتر اونها رو احاطه کنید. دستگیر کنید. زودتر. گذار بریتن راه زودتر از اینجا گوره. بریتن راه. من به خاطر تو زندم. اگر گفتی اگر چیز شود من نمیرم. راه نمیروم. چه زودتر. سنان شد فهمیدم. حسین مرد. بچه ها
اکنون همه جا را کافته زود بری تن را پیدا کنید. زودتر زودتر. گوش میکنم قماندان. خواهین های فهمیدم قماندان. دختر گریخته سینون. یلماس، آن دختر هم از دهه آبی کلان است. بیایید رفتیم. ایتن زود باشید، میرویم. مادر جان مقصود سرجان. ابو ببینید چی آمده. زکر آمده. خوش آمده زکر. بیا به خانه درم. بیا اینجا بیا در اینجا. ایرو گیر. يا سادة، التنظيم رح يتفتت. التنظيم اللي قضينا أيام ونحن عم نتعذب حتى نضمن نجاحه ما قدر إنه يقدم النتائج المتوقعة وخذلنا، ولهيك رح نلجأ لحل تاني. يعني أنا شايف إنه لازم بقى نعيد إحياء حركة قديمة استعملناها من زمان وكانت عم تجيب نتائج، خصوصاً إنه لازم نستفيد من العامل الديني. مشان هيك لازم نحن نبلش شغل قوي بهالناحية، قصدي الناحية الدينية طبعا. الحركة القديمة اللي عم تحكي عنها أنت رح تكون تنظيم مشابه كتير لتنظيم تاني بيشبهه، وأنت بتعرفه وبتعرف شو عملولنا مشاكل أيام زمان. معك حق، ممكن هالشي. اللي بدنا اياه نحن من التنظيم هو تقوية العلاقات الكردية الأرمنية مشان نقدر نعمل اللي بدنا اياه بعدين. والهدف انه نرجع نفتح قصة المليون أرمني اللي تهجروا من أرضهم، ونحاول نعيد روح الانتقام لقلوبهم وقلوب الملايين اللي عم يساندوهم، ونقدر انه ندمج القوميتين الكردية والأرمنية بتنظيم واحد يكون قادر على نشر الرعب بين العالم. بالجزء الثاني من القصة عنا قيادات دينية بالمنطقة، وإذا قدرنا أنه نكسب القيادات وقتها رح نقدر نحرك شعب المنطقة مثل ما بدنا نحن. مشان هيك الآغا ورئيس العشيرة والشيوخ والكبار يلي بالضيعة وكل مين بيقدر يأثر بالناس هنيك لازم نخليهم يشتغلوا معنا. حتى لو كنا بنقدر نعتمد على تنظيم تاني، بس نحن كمان بحاجة لأنه نستعمل كل الطرق الموجودة مشان نقدر أنه نقنع السكان بالمنطقة وبنفس الوقت نسيطر على عقولهم. طبعا بالظاهر رح يكون هالتنظيم الديني واللي متفق أنه يجمع الناس بهديك المنطقة تحت شعار الدين، لكن الوقائع يلي رح تصير هي على الشكل التالي. أولاً ممكن أنه توقع مواجهات بين الطرفين ويمكن نضطر لهالشي. مشان هيك ما حدا رح يفكر أو يشك للحظة أنه هدول التنظيمين عم ينداروا من قبل شخص واحد. وطبعاً الشعب بالمنطقة رح يكون قدام خيارين، إما ينضموا للتنظيم الثاني أو أنه يقتنعوا بمنطلقات التنظيم الثالث وينضموا إله. وطبعاً بالحالتين رح نكون نحن المستفيدين. لازم يصير هالشي، لازم أنه ننجح. انتهى اجتماعنا اليوم، بتمنى لكم ليلة حلوة.
مادر جان، در زیر این خاک خوب است مادر جان. خواهرت اینجاست. خواهرت در زیر خاک سرد است خدیجه. مرسی خواهرکم، خواهرکم. این چی خیر شد مادر جان؟ کیه رو کشت؟ تشکیلات برای فدایی نشدنش خودش رو نترکاندنش رو به قتل رساند. مرسی جان. مادر جان، همدردیم رو قبول کن زیلا. خفه نشم، خدیجه رو باید برم. موسی ما رو انتظار است. سلامت باش. مادر جان، این چی روز است؟ این چی درد و غم است؟ خدایا خداوندم به ما مادر نسون. رفتیم دخترم. رکم مرسی. دختری بدبختم. من اکنون روم، در خونه کسی نیست. تو را زحمت دادم، خدا از تو راضی باشد. امینه. خدا بیریتن را به تو برگرداند. هر روز آمدنش را انتظارم. کاش از دست آن خائنان گریخته به خانه آید.